همه از جادوی هوش مصنوعی حرف میزنن، اما پشت ای ایاهو دامهای پنهانی وجود داره که هیچ کس از اونا یاد نمیکنه. کانال ای آی اپلاید آمده تا سر و صدا را کنار بزنه و بر شما چگونگی استفاده از هوش مصنوعی را تسهیل کنه. ایره اما میدانند که هوش مصنوعی سهولت شگفت‌انگیزی فراهم میکنه. از خلاصه سازی اسناد گرفته تا نوشتن ایمیل ها، ترجمه و ساختن عکس و ویدیو و غیره. اما استفاده کردن از هوش مصنوعی و فرمان دادن به او دو چیز کاملا متفاوت است. ما قرار است این تفاوت ها را به شما نشان بدیم. اما روی دیگه سکه ای هم است که هوش مصنوعی در درک زمینه های واقعی زندگی مشکل داره و بسیاری از واقعیت های فرهنگی و عملی را نادیده میگیره. تجربه که در ظاهر کاملا روان به نظر میرسه گاهی ممکن است ناگهان از هم بپاشه. دانستن که هوش مصنوعی کجا ناکام میشه نخستین گام برای استفاده مفید او است. ما به شما راهکارهای عملی هوش مصنوعی را نشان میدیم. مثلا آیا می دانستین که افزودن عبارت گام به گام فکر کو میتواند دقت هوش مصنوعی را بیش از 40% افزایش بده؟ یا اینکه چگونه با یک دستور مؤثر میتونین طرحهای ساده را در چند ثانیه به صحنه‌های سینمایی تبدیل کنین؟ این راهکارها توانایی‌های واقعی شما را شگفا می‌سازد. این ویدیو فقط یک نگاه کلی از کانال ماست. در ویدیوهای بعدی عمیق‌تر میریم. ما کاربردهای عملی، رازهای تکنیکی، نوشتن دستورها بر هوش مصنوعی و راهنمایی‌های گام به گام در اختیارتان قرار میدیم تا این ابزارها را به برتری رقابتی تبدیل کنین که شما را از دیگران متمایز کنه. هوش مصنوعی یک شمشیر دولبه است، یعنی هم فایده بزرگ دارد و هم خطرهای جدی. در این صورت مسئله این نیست که از او بترسیم، بلکه باید او را بفهمیم، زیر سوال ببریم و هدایتش کنیم. اگر میخواهید از هیاهو بگذرین و هوش مصنوعی را با هدف و آگاهی به کار بگیرین، به کانال ما بپیوندین و در ویدیوی بعدی با ما باشین تا از امروز از ابزارهای عملی استفاده را آغاز کنین.